سلام و درود دوباره. این جلسه رو ضبط میکنیم به این دلیلی که دوستانی که نبودن ولی بتونن ویدیو رو ببینن و راحت‌تر همراه بشن. این اولین جلسه برای کار تیمیه در راستای تشکیل انجمن و یه مروری خواهیم داشت در اینکه چه کاری میخوایم انجام بدیم و قدم بعدیمون چی هست و این بوردی که با شما شیر کردیم جریانش از چه قراره. امروز هست روز دوشنبه 17 شهریور. خب داستان از این قرار که مرور کنیم توی جلسه دوره همی طراحان خدمات به تصمیم مشترکی رسیدیم در واقع با رأی گیری که اقدام کنیم برای تشکیل یک انجمن صنفی یا نهادی به این شکل که در واقع دغدغه‌های گروهی و جمعی طراحان خدمات رو بتونه هم بهش فکر بکنه، هم براش راهکار داشته باشه و همینی که پیگیری بکنه و نمایندگی کنه تا حدی. اما خب این تصمیم کافی نیست دیگه. قراره که 4 تا جلسه در آینده داشته باشیم، هر ماه یه جلسه، شنبه اول هر ماه که برای جلسه بعدیمون میشه 5 مهر. یک ورودی خیلی جذاب میتونیم ما به این جلسات بدیم. اون هم این هست که بیایم انواع مدل های کار جمعی که هدفش صنفی هست رو بررسی بکنیم و ببینیم تا الان در دنیا چه کارهایی انجام شده و هر کدوم مزایاش چیا هستن، چالشاش چیا بودن، چطوری میشه حلشون کرد و این یه دید اولیه به ما میده که سرعت بیشتری بتونیم داشته باشیم در جمع‌بندی نظراتی که خودمون هم داریم، یعنی تجربه های دیگران رو هم به خودمون اضافه بکنیم. بنابراین یک ساید پراجکتی تعریف کردیم که بریم سرچ بکنیم و به نوعی بنچمارک کنیم انواع روش هایی که آدما مطالبات صنفیشون رو پیگیری کردن یا اینی که یک گروهی از متخصصین برای کل اون گروه متخصصانی که هم دغدغه خودشون هستن کاری انجام دادن که منافع جمعی داره. دارم اینقدر باز میگم تعریفش رو چون ممکنه اسم جایی مثلا انجمن صنفی فلان نباشه ولی کارکردش همون باشه یا حتی کارکرده بهتر از اونی که ما تا الان تصور کردیم. بنابراین اون دلیلی که ما رو امروز دوره هم جمع کرده این هست که کسایی که اعلام آمادگی کرده بودن که من حاضرم در پروسه تشکیل این انجمن صنفی، حالا برای اینکه اسمشو کوتاه بگیم این اصطلاحو به کار میبرم، کسایی که اعلام کردن من حاضر مشارکت کنم رو ما تا یک ایمیلی دعوت کردیم که یک جلسه داشته باشیم و این گامه رو بتونیم به شکل مشارکتی پیش ببریم. حالا اون مشارکت به چه شکله؟ همونطوری که احتمالاً در ایمیلتون دیدین، اگرم نه من دوباره در واقع لینکش رو هم اینجا میذارم. یه بورد فیگمایی هم ما آماده کردیم برای اینی که ما بتونیم در واقع یک کار جمعی در این پژوهش و بنچمارک پیش ببریم و بتونیم خیلی سریعتر و کوتاه‌تر به اون نتیجه برسیم. پیشنهاد ما به عنوان استیپالس که حالا داریم سعی میکنیم تسهیل کنیم و مشارکت کنیم در پیشبرد این کار این هست که یک تحقیق جمعی انجام بشه، کار خورد بشه و سبک بشه، اما برای اینکه تجمیعش راحت باشه میتونیم همه بیان و اون نتایجی که به دست میارن رو روی این بورد فیگ جمع منعکس کنن و ما کار جمع‌بندیش رو به کمک همه کسایی که انجام دادن ما هم کمک کنیم که جمع‌بندی شسته رفته‌تر و ارائه منسجم‌تر بشه. این جمع‌بندی رو ببریم در جلسه اول، یعنی در 5 مهر ماه. بنابراین اگر بخوام این زمان بندی نگاه بکنیم احتمالاً کار خیلی سریع و فشرده و تا حد ممکنی منظور نظرمون هست توی این زمان. یکم بریم مرور کنیم که این بورد چیا رو در نظر گرفته. راهنمای این بورد اینجا کاملا نوشته شده، هدفش چیه و قراره که چه اتفاقی اینجا بیفته. خود این داستان ایجاد انجمن چه مراحلی رو داره و خود این پروژه تحقیقات چه مراحلی رو داره. 16 شهریور همه ایمیل دریافت کردن. این جلسه هماهنگی به جهت این هستش که کار رو تعریف بکنیم و یک نفر
نماینده بشود که مدیریت این پروژه رو به عهده بگیرد. یعنی اینه که اگر قراره که حالا مثلا 5 نفر 6 نفر 10 نفر، کل کسایی که اعلام آمادگی کردن 18 نفر هستن، جمع بشن و کاری بکنن، یه نفر اون هماهنگی تیمیه رو به وجود بیاره و مطمئن بشه که نتایج دارن ثبت میشن و کار داره انجام میشه. امروز ما مطلوبمون این هستش که اون یک نفر اعلام آمادگی بکنه تا بتونیم که در واقع این پروژه رو شروعش رو اعلام بکنیم، یعنی بدونیم که آیا میتواند شروع بشود. و از فردا تا 25 شهریور همه کسایی که حالا میخوان پیجی به این بورد اضافه کنن قرار هست، یعنی زمان داریم برای اینی که این تحقیقات انجام بشود و روی بورد منعکس بشود. 28 شهریور ما در واقع جمع‌بندی نظرات و پژوهش و بنچمارک ها رو از مدیر این پروژه تحویل بگیریم و فایل ارائه براش آماده بکنیم که توی جلسه آماده تر شه. یعنی دیگه فایل ارائه نمیخواد مدیر پروژه ایجاد بکنه، ما قسمتش رو انجام میدیم و در جلسه 5 مهر ماه خروجی ها بررسی بشن. این برنامه هست که فعلا ما داریم در نظر میگیریم اینکه خروجی به 5 مهر ماه برسه. اهدافی که در جلسه 5 مهر ماه داریم چی هستن؟ این که ما بیایم دلایل ایجاد یک همچین انجمن صنفی رو مرور بکنیم و بتونیم یه بیانیه مأموریتی براش ایجاد بکنیم که اصلا دلیل وجود این جمع چیه، این انجمن چیه و در مرحله بعد ساختار نهایی اون رو بررسی کنیم و تصمیم بتونیم بگیریم که اصلا به چه شکل خواهد بود. چون ما اگه بیایم مثلا صنف تشکیل بدهیم یه بار حقوقی داره، انجمن تشکیل بدیم یه بار حقوقی داره، مؤسسه ایجاد بکنیم یه بار حقوقی داره و یک امکانها و محدودیت‌های هر کدوم از اینها با خودشون میاره. اینه که اون ساختار نهادیه رو بهتر است که با مطالعه تصمیم بگیریم و مطالعهش همین کاری هست که الان این جلسه داریم دربارش صحبت میکنیم. خود اینها با خودش میاره مسائل حقوقی و ثبتی رو و الگوهای مرجع رو هم بررسی بکنیم که حاصل این پروژه خواهد بود. مراحل مشارکت روی این بورد، روی خود بورد با هم دیگه یه واکترو میریم که به چه شکل خواهد بود و مدل مشارکت رو هم بعد بهش برمیگردیم. اینجا جاییه که بورد هلپ، اگه کسی درباره پیگجم دوست داره که راحت تر کار بکنه میتونه از این بورد کمک بگیره. اما بخش اول راهنمایی این هستش که چه اتفاقهایی قراره که در این انجمن صنفی بیفته. پیشنهاد ماست، باز هر کسی پیشنهادی داره روی اون فرمی که گذاشتیم و در جلسه اول قطعا میتونه بگه و فازهای پروژه هم که دور با هم دیگه مرور کردیم. بورد اگه از یه ذره زوم اوت کنیم از اینجا شروع میشه. حالا زوم این کنیم و اینجا دیوار مشارکت کنندگانه که سمر عزیز قبلا پر کرده، ممنونم. و کسایی که در این پروژه میخواین که مشارکت داشته باشین، نام خانوادگی، ایمیلی که میشه باهاتون تماس گرفت و نقش رو اینجا مینویسید. ممکنه که گروهی شکل بگیره، تو اون گروه نقش های مختلفی تعریف بشه یا مثلا دسته‌بندی کارها انجام تعریف بشه و بخوایم که اون رو اینجا منعکس کنیم که مسئولیت های هر فرد کاملا اینجا هم شفاف باشه. بعد از اون به این میپردازیم که چرا این انجمن صنفی یا کانون لازمه. یعنی ما با اون پرسش هایی که در گروه با خودمون مطرح میکنیم، ایده هایی که داریم و یا اینکه تحقیقاتی که میکنیم که جمع های گروه هایی در دنیا این کار رو انجام دادن، به چه اهدافی رسیدن، به نظر میرسه اون اهداف برای ما هم معنی داره. اینا جزء چرایی های ما میتونه باشه. اما پرسش هایی که ما پیشنهاد میدیم برای بنچمارک چیا هستن؟ نهادهای مختلفی که تأسیس شدن چیا هستن؟ این نهادها با چه هدفی تأسیس شدن؟ مثلا برای ارتقای کیفیت دانش در اون صنف یا خدمات در اون صنف،
ابعاد بیزنسی تجاری، برای دفاع از حقوق صنفی، برای آموزش، برای شبکه سازی. ممکن چند تا اینا باشه، اما جمع‌هایی باشن که روی یک بخشای از اینا پررنگ‌تر کار کرده باشن. که مشکلات یا شکاف‌هایی باعث شکل‌گیری این جمع‌ها شده، این نهادها شده. بیانیه مأموریت و ارزش‌های اصلیشون چیه؟ قسمت بعد درباره دامنه و عضویت، اینکه چه کسایی میتونن عضوش بشن، مثلا طراحانن، دانشجو هم هستن، شرکت ها چی، پژوهشگران چطور، چه انواع عضویت تعریف شده ای داره. فرضاً ما میدونیم در SDN Service Design Network چند مدل نوع عضویت داریم. عضویت پرکتیشنر داریم، آدمایی که فعال این حوزه هستن، عضویت دانشجویی داریم، حتی عضویت شرکت ها رو هم داریم. شرایط عضویت هاشون چیه که میتونه به ما ایده بده؟ سابقه کار میخواد یا نه؟ چه مدارکی نیاز داره؟ نمونه کار، توصیه نامه. مثلا یک جمعی هست، یک در واقع کامیونیتی هست به نام سیرکل. احتمالاً اگر سرویس دیزاین شو رو پیگیری کرده باشین حتما با سیرکل هم آشنا شدین که مارک فونتین بنا نهاده. اونجا یه جای برای سرویس دیزاینرهای این هاوس، کسایی که توی شرکت ها مشغول کارن و خب اونجا باید بگی که توی چه سازمانی مشغول به کار هستی. بنابراین اونم یکی از شرط عضویتش و اعضاش مزایایی دریافت میکنن. بخش سوم ساختار حکمرانی و تصمیم گیریه که این موضوع خیلی خیلی مهمیه برای ما. فکر می‌کنم موضوعیه که ممکنه چالش‌های زیادی رو حل کنه یا خودش چالش‌های زیادی به وجود بیاره. بنابراین دقیق شدن روی اینکه ارکان اصلی سازمان چیان، هیئت مدیره چطور انتخاب میشن، چه دوره فعالیتی بر خودشون تعریف کردن توی حالا مجمع عمومیشون، آیا مجمع عمومی دارن، آیا شکل دیگه‌ایه، سازوکار تصمیم گیری توش چیه، مثلا یک گروه کوچکی برای کل اون گروه تصمیم میگیرن یا رأی گیری های گروهی دارن یا تصمیم گیری دوره‌ای دارن یا چه سازوکارهای تصمیم گیری جدیدی قابل استفاده هستن، مثلا روش های تصمیم گیری غیر متمرکز یا رأی گیری های جمعی که الان به لطف تکنولوژی خیلی آسان‌تر شدن. چه مکانیزم هایی هستن برای شفافیت و پاسخگویی. خیلی از ما ممکنه که تصاویر یا تجربه هایی در ذهنمون داشته باشیم که یه جمعی تشکیل شد، یه عده اومدن کارش کردن ولی بعد معلوم نشد که چی شد. اینجا برای شفافیت چه راهکارهایی ما داریم می‌بینیم و چه ساختار حقوقی در ایران هست برای ایجاد نهادهای صنفی، مزایا و معایبشون چیه. اینها همه خیلی تاثیرگذارن در این که ما چه ساختاری تعریف کنیم و چه مسیری رو در پیش بگیریم در آینده. همینطور بحث منابع مالی و پایداری هست که منابع مالی این نهادها معمولا از کجا تامین میشن. خیلی هاشون با حق عضویت کار میکنن، بعضیشون از کمک‌های دولتی یا خصوصی بهره میبرن، بعضیشون پروژه‌های درآمدزا برای خودشون تعریف میکنن یا اسپانسر میگیرن و مدل تعرفه گذاری و سیاست مالیشون چگونه است و چه چالش‌هایی در تأمین مالی داشتن. فعالیت‌ها و خدماتشون که به ازای عضویت دارن چه خدماتی رو ارائه میدن، کدوم فعالیتاشون بیشترین اثرگذاری داشته و چه ابزارهایی برای ارتباط و تعامل با اعضا دارن. مثلا از پلتفرم‌های آنلاین استفاده میکنن، رویدادهای حضوری منظم دارن، از نیوزلتر یا خبرنامه استفاده میکنن و مدل‌های شبیه اینها. ششمین موضوع یه جور جمع‌بندیه، چالش‌ها و آموخته‌ها. بزرگترین چالش‌های این نهادها چی بوده؟ چه تجربه‌های ناموفق و یا ناکامی داشتن؟ دلیلش چی بوده؟ چه تجربه موفقی هم داشتن؟ و چه عواملی بیشتر نقش رو در موفقیت شکستشون ایفا کرده؟ گاهی ممکنه ما توی سوشال میدیا هم دنبال فیدبک هایی نسبت به سری نهادها بگردیم، ممکن کامنت ها یا گفتگوهایی که ایجاد شده باشه یا مدل فیدبک گیری که اونها دارن ما رو راهنمایی کنه بدونیم چالشاشون کجاها بوده و چطور حلش کردن. و آخرین موضوع اجرا در ایرانه که حالا توی ایران چه نهادهایی با چه شیوه عمل کردی موفق تر بودن یا ناموفق بودن. اینجا الزاما ما یه مدل خارج از ایران رو داریم چک نمی کنیم، مدل هایی که در ایران موفق بودن و جداگانه داریم بررسی کنیم. یعنی شاید این یه سوالی باشه که یه نفر فقط توی هم موضوع تمرکز بکنه. کدوم بخش از ساختار یا تجربه نهادهای بین‌المللی میتونه توی ایران حالا قابل استفاده باشه؟ اینو میتونیم
با یک بررسی و تحلیلی از سوال قبلی رو دست بیاریم و کدوم بخش ها نیاز به بومی سازی داره و چه تهدیدها یا محدودیت‌های بومی وجود داره، حالا چه این محدودیت‌ها قانونی باشن، چه فرهنگی، اقتصادی یا از هر نوع دیگه‌ای باشن. این سوالای اصلی هستن که ما پیشنهاد میکنیم. شما ممکنه خودتون سوالهای دیگری رو به این موضوعها اضافه بکنید. قسمت هایی که از اینجا به بعد میان همه در واقع سکشن ها و بسترهایی هستن برای اینکه پاسخ این سوالات رو ثبت بکنید. در واقع این بورد چند تا قسمت اصلی داره. یک، آدمایی که مشغول این کار تیمی هستن خودشون و مسئولیتشون معرفی بکنن، نظرشون درباره اینکه چرا این انجمن صنفی کانون لازمه اعلام بکنن و پرسش ها و پاسخ به اون پرسش ها و جنبندی هاش. مثلا برای ساختارهای نهادی چند مدل ما اینجا نوشتیم بر نمونه: انجمن صنفی، کانون ها و سایر مدل هایی که ممکنه ببینیم. انجمن صنفی نقاط ضعفش چیه؟ نقاط قوتش چیه؟ من خیلی ممنونم از سمر عزیز که پیش این مشارکتش رو شروع کرده و اینجا نوشته موارد رو. کانون ها نقاط قوت و ضعفشون چیه و هر کدوم از دوستان دیگه ممکنه که اینجا مواردی رو ثبت کنه. یک بحث دیگه هم هست که پرسش های بازه، مثلا اینکه ما اساسا انجمن صنفی رو چی تعریف میکنیم، سوالیه که سمر جان گذاشتن، یا چه مدل های خلاقانه دیگه ای میتونیم داشته باشیم. شاید هیچ کدوم اینا نباشه ولی مدلی باشه که پیشنهاد بده فردی و اون رو ما بتونیم تو جنب بحث بذاریم. سکشن بعدی مسائل حقوقی و ثبتیه. حالا چه الزامات قانونی داخل ایران وجود داره، چه چالش ها و موانعی داره. مثلا ممکنه بگیم اگه صنف ثبت کنیم صنف باید همچین پاسخگویی‌هایی داشته باشه یا همچین گردشی رو مثلا در واقع نظارت و ارزیابی کنه، در حالی که ما اصلا اون رو نیاز نداریم یا نمیخوایم در ایران. اینو فقط بر مثال گفتم. و نکاتی که شما روش دارید. یک ستون دیگه هست برای اینه که نمونه های بین‌المللی رو که بررسی میکنیم، چالش ها و موانعشون و راهکارهایی که پیشنهاد داشتن رو ثبت کنیم و اینجا نکاتی که شما خودتون جمع‌بندی میکنید. پس این بورد برای مسائل حقوقی و ثبتی بود. بورد بعدی بخش بنچمارک مدل های صنفی هست که اینجا داریم نمونه های داخلی رو با استیکی نوت های صورتی، نمونه های خارجی رو با استیکی نوت های زرد نشون میدیم. اینجا مثلا میایم یک نهادی رو به نام SDN میذاریم اینجا و ساختارش رو میگیم چه مزیت هایی داره و چه الهام هایی میشه ازش گرفت. و نمونه های داخلی هم هستن که مثلا انجمن طراحان گرافیک ایران فرضاً، حالا با هر آنچه که به نظرمون مزایاشه و هر آنچه که به نظرمون میشه ازش الهام گرفت و ادامه میدیم این رو. هر کسی که سرچ کرده اومد دربارش بررسی کرد. قسمت بعدی یا سکشن 8مون جمع‌بندیه که در این جمع‌بندی ما تیک اوی هایی که در این تحقیقات داشتیم و هر کدوممون میایم اینجا اضافه میکنیم. نهایتا وقتی که جمع‌بندی کردیم با شناختی که به دست آوردیم میایم یک ساختاری برای خروجی گرفتن از این محتوا ایجاد میکنیم، یه اوتلاین ایجاد میکنیم که حالا درفت اون اوتلاین یا پیشنویسش اینجاست. بخش های سند پیشنهادیمون چیا باشن که این بخش سند پیشنهادی ما رو در استیپالس راهنمایی میکنه که اون محتوا رو چطوری بچینیم برای ارائه آمادش کنیم و نکست استپ هایی هم ممکنه تعریف بشه که هر کسی که اون نکست استپ و حالا اون بخشی از اون مسئولیت رو به عهده میگیره با اسمش اینجا ثبت میشه. در نهایت قدم های بعدیش این میشه که ما بتونیم تا 25 شهریور این دیتا ها رو داشته باشیم، تا 28 شهریور مدیر پروژه جمع‌بندی روش انجام بدن به چه شکل به عهده
خودتون، یعنی با پیشنهاد و هر جوری که به نظرتون بهتر هست. ممکن جمعی جمع بندی کنید، ممکنه یه نفر مسئول شه که به اتمام برسونه. و فایل ارائه پژوهش‌ها تا 31 شهریور آماده میشه، به ما میفرستین، ما هم تکمیل میکنیم و 5 مهر ماه خود مدیر پروژه، یکی از اعضا، هر که تصمیم بگیرید، در جلسه این رو ارائه میده. من اینجا میخوام یه بار بیام سراغ این مدل مشارکت و پیشنهادی که ما داریم این هستش که 2 مدل فعالیت اینجا وجود داره. یکی یه سری فعالیت فردیه، شاید مثلا یه جلسه لازم باشه که اول کسایی که این موضوع رو میخوان مشارکت کنن توش همه موضوع رو بچینن، سوال ها رو هر کسی یه بخشی از اونها رو انتخاب بکنه و بخواد در مورد اونها تحقیق کنه، یا بخش های مثل اون چرایی نیاز و انجمن، استیکی های زردی که توی اون بورد یعنی تو سکشن اولیا بود، اونها فعالیت های فردی هستن. چه انتظاراتی دارم، نمونه های بنچمارکی که میخوام پر کنم و پیشنهادی که برای جمله مأموریت دارم، میشن این انجمن چی هست، و حالا اگر پرسشی دارم یا سوال بازی دارم. این هم میشن فعالیت های فردی. یه بخش فعالیت ها گروهی هست، نیاز به همفکری وجود داره، نیاز به گفتگو هست، حالا چه به صورت غیر متمرکز و پراکنده در یه گروهی بستری مثل همین فید جمع، چون میشه همون منشن کنن، کامنت بذارن، چه در ایمیل، چه جلسه دوستان بخوام هم دیگه بذارن، و کارهای از قبیل انتخاب جمله پیشنهادی بر بیانیه مأموریت، جمع‌بندی نقاط قوت و ضعف، خلاصه مسائل حقوقی رو جمع‌بندی کردن، تطبیق مدل‌های صنفی رو انجام دادن، اوتلاین سند نهایی نوشتن و حتی جمع‌بندی کردن کل دیتاها و تقسیم وظایف و تعیین قدم‌های بعدی. و اون فردی هم که حالا تحصیلگر میشه، بهتره که توی هر جلسه‌ای که اتفاق میفته اجازه بده که آدما تک تک خروجی‌هاشون رو ارائه بدن، بعد یک دور مرور جمعی باشه و بعد اون خروجی‌ها دسته‌بندی بشن. هر سوال، هر بخش هم بهتره یه اونر داشته باشه، یک مسئول داشته باشه که مسئول تبدیل کردن اون داده‌های پراکنده به یک متن اولیه سند باشه. اینطوری شاید تقسیم کاره باعث بشه کار سبک‌تر باشه برای همه و بهتر پیش بره. و مدیر پروژه فردی که داوطلب میشه، ترکیب ورودی‌های فردی رو انجام بده تا یک سند منسجم بتونیم داشته باشیم و فایل ارائه نهایی رو آماده کنه برای جلسه 5 مهر ماه. اون موضوعی که من گفتم که ما استیکال ترین موضوع ارائه کمک میکنیم، از نظر گرافیکی ما کمک میکنیم، ولی از منظر دیتایی و بخش بندی بهتره که شما که بیشتر درگیر خود این ریسرچ و جمع بندی و اینهاش بودید بچینید محتوا رو. و در جلسه هم که ارائه انجام میشه هم کنار بوردا آیکون تک نفره و گروهی گذاشت تا کاملا قابل تشخیص بشه. و اگر که نیاز داشته باشید یا یه جای کافی نباشه برای نتایج تحقیقات، این سکشن هایی که ما گذاشتیم به سادگی کاملا اوکی هست که سکشن جدید همینجا اضافه بکنید و هر عنوانی که نیاز هست بنویسید، حالا چه در ادامه اینها باشه، چه یک بخشی در اون وسط ها باشه که بخواید اضافه بکنید. این کاملا اوکی هست و ترتیب این بورد کاملا یه ترتیب پیشنهادیه برای آسان‌تر شدن کار. کاملا میشه تغییراتی که میبینید مناسب هست رو بدید. من اینجا توضیحاتم تموم شده. میخوام بپرسم که اگر پرسشی دارید من میتونم برگردم به قسمتی یا ابهامی وجود داره. هستم خدمتتون. مرسی، ممنونم. خب فکر کنم پس کاملا وضوح رو داشتیم.
الان سوال من این هستش که از بین شما 3 عزیز کسی داوطلب این هست که مدیریت این پروژه کوتاه و سریع رو به عهده بگیره؟ سمر جان بفرمایید. من یه پیشنهادی دارم، نمیدونم صدام الان واضحه؟ بله بله. خیلی عالی. فکر میکنم گفتید 18 نفر داوطلب شدن، احتمالاً شاید به واسطه زمانی که حالا مناسب نشده یا هر چیزی تو میت نبودن، نمیدونم چقدر این انعطاف رو داریم که مثلا توی یه پلتفرم راحت تر و سریع تر مثل تلگرامی جایی یه گروه داشته باشیم 18 نفر اد باشن، حالا توی مثلا یه سبکی مثل ووت اونجا، چون ممکنه واقعا مثلا آدمایی باشن که خیلی هم تالنت باشن، دوست داشته باشن الان مدیریت پروژه این اتفاقو، ولی حالا به دلایل خیلی سنگین، باید خیلی سنگین باشه تا بپذیریم الان شاید نتونستم بیان، مثلا توی یه جای خوش تعامل‌تر شاید بتونیم یه جنبندی بهتر شیم، چون اینجوری احساس میکنم یه کوچولو سخته. من موافقم که اینجوری سخته. حقیقتش یکم برای اینه که بتونیم این چرخه رو راه بندازیم و داریم هم اون چیزی که داریم میبینیم اون اتفاقیه که در صورت عدم وجود انجمنه دیگه، یعنی هنوز آدم پراکندن، خیلی نمیدونن دقیقا چی کجا چجوری اتفاق میفته و اینها. و حقیقتش اینه که من پیشنهادم اینه که اگر یکی از شما عزیزان مایل هستین این مسئولیت رو به عهده بگیرید، خب حتی شاید ما بتونیم زمان این پژوهش رو فرضاً اکستند کنیم، خب ولی اگر مایل هستید که به عهده بگیرید، شما یکی از شما 3 نفر بنظرم بهترین گزینه هستید آلردی، به خاطر اینی که در بین همه اون 18 نفر شما الان حاضر شدید توی این جلسه و اون رأیی که دادید که بله و مشارکت هم میکنم و انجام دادید. و اگر که بر اساس واقعیت انجام شده بخوایم نگاه بکنیم، به نظرم 3 تا بهترین گزینه اینجا هستن، فقط کافیه که تمایل داشته باشید که این مسئولیت رو برای مدت کوتاه بپذیرید. از یه زاویه دیدی خیلی منطقی. من اگر 2 دوست عزیز پیشگام بشن هستم همراه، اگه نشنم ما هرچی بار بخوره میبریم. کارا بره جلو، بتونیم یه جمع بزرگتر باشیم. خب ممنون از شما. صدامو داری؟ بله بله. خب خوشحال میشیم سمر جان اگه مسئولیت رو قبول بکنید، چون من خودم هستم، مشارکتم میکنم هر جا لازم باشه، واقعا زمان میذارم، ولی کسی اون فردی که قرار مدیریت پروژه رو داشته باشه واقعا مسئولیت سنگین تری هستش. من مخصوصا توی این تایمی که گذاشتیم از نظر زمانی ممکنه که به مشکل بر بخورم، به خاطر همین خیلی استقبال میکنم که خودتون باشید. مرسی هدی جان. مهدی زمانی عزیز شما بفرمایید. سلام مجدد، صدای منو دارید؟ بله 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 کاملا واضح. خب من توی اون فرمی هم که داشتید نوشتم، حقیقتا وقتم متاسفانه خیلی پره و الانم صرفاً به احترام جمع‌بندی دارید زحمت میکشید و این به اصطلاح فعالیت رو انجام میدید. حاضر شدم، توی راه بودم برگشت از مسیر کار به یه جلسه ای گفتم شرکت بکنم. حقیقتا نمیتونم، خیلی دوست دارم، ولی هر جا هر کمکی از من بر بیاد در خدمتتون هستم. اگه یه نفر دیگه لطف کنه و این مسئولیت رو قبول بکنه، من تا اونجایی که بتونم توی هر مرحله ای که حالا این بحث بنچمارک و شروع قضیه است تا آینده هستم. دیگه فقط به من بسپرید ببینید که چجوری میشه وضعیت تایمینگم، ولی واقعا خیلی شلوغم و نمیتونم بپذیرم. مرسی، درود بر شما. ممنونم که هم به کلام و رأی خودتون احترام گذاشتین، هم به تلاش جمعی. و سمر جان پس دیگه میمونه که از شما بپرسم، اینو لطف داری به جمع که به عهده بگیری؟ آره نه خیلی دغدغه چیزی نیست، من خودم آره مشتاقم.
از اینکه اولین نفری، یعنی فکر کنم تنها کسی بودی که برد و چک کرده بودی و اولین کسی بودی که پر کرده بودی. واقعا ممنونم از انرژی. من هر از چند می‌اومدم یه نگاه بندازم ببینم جمعیت دیگه اومدن یه مقداری. من بابت اینجور حرکت‌ها کلا جایی که جمع آدم‌ها خوب جمع میشه خیلی انرژی میره بالا. حالا ان شاءالله پایین نیاد یه موقع چیز نشه، ولی آره امیدوارم که بقیه بچه‌ام با یه دلیل خیلی منطقی الان نیستن، چون همینجوری می‌خوایم یه جمع بزرگ بسازیم از شورش انقدر باشیم قاعدتاً تو راه میریزه دیگه. دقیقاً. ولی خب مطمئنم فشردگی زمان حتما تاثیرگذار هست. بازم ممنونم از هر سه شما که به رغم این موضوع تشریف آوردین. پس فکر میکنم که الان نکست استپمون این میشه. خیلی ممنونم سمر جان از مشارکتت و امیدوارم که این به بقیه هم، یعنی مطمئنم انرژی میده که همراهی کنن. میخوام همینجا هم از هدی جان هم از مهدی عزیز قولو بگیرم که این همراهی که امروز گفتین رو حتما داشته باشیم با سمر جان و بقیه هم تشویق کنیم برای این موضوع. هر دو هم دستتون بالا هست، اگر نکته‌ای دارید لطفاً بفرمایید تا بعدش من نکته بگم. صدامو دارید؟ بله بله. من دو تا نکته می‌خواستم بگم. یکی این که خیلی با سمر جان موافقم سر همین گروه تلگرامی و اینکه حالا اون مشارکت و اون هل دادن یکم سریعتر اتفاق میفته. و یه نکته دیگه که حالا برای اینکه جنبندی هم میخواید بکنید در مورد حالا کل فیگما که توضیح دادید خب خیلی هم عالی، جای ابهامی نیست. فقط یه پیشنهاد داشتم که گفتم اونم همینجا مطرح بکنم. اونم سر ساختارها و نهادها و لیست اونها فکر میکنم، نمیدونم باز تصمیم گیرنده خودتون هستید، اینکه یه لیست اولیه‌ای از اسامی اون نهادهایی که حالا پیش‌فرض هستش تهیه بشه و بعد بین بچه‌ها پخش بشه و بنچمارک انجام بدن. فکر میکنم این هم یک مقدار تو سرعت عمل کمکمون میکنه. حالا این انعطاف هم وجود داره که کسی اگر مجموعه خلاقانه تری و اسم دیگری و جور دیگری پیدا کرد بتونه بهشون اضافه بکنه، ولی برای اینکه شروع اون بنچمارک سریع‌تر باشه شاید این کار بتونه بیشتر کمک بکنه. مرسی. ممنونم از پیشنهاد خیلی عالی هدی جان. شما میتونید شروع کننده این موضوع باشی، یعنی فکر می‌کنم یعنی بهترین حالتش اینه که کسایی که الان تو این جمع هستین پیشنهادا رو همه رو بذاریم روی فیگ جمع، یه لیستی درست بشه به عنوان شروع و بعد حالا بقیه هم اضافه بکنن. البته که دیگه از این لحظه به بعد همه ریش و قیچی دست سمر جانه. من خیلی هم درباره گروه تلگرام یا هر روش دیگه که شما فکر کنید موثر هست با توجه به همه ابعادش موافقم و ما میتونیم که کانتکت دوستانی که اعلام علاقه به مشارکت کردن و سمر جان رو شما بفرستیم دیگه، از تشکیل گروه یا هماهنگی و اینها رو شما پیش ببرید. عالی باشه. خیلی عالی. ممنونم از همتون. ما الان به نتیجه‌ای که این جلسه میخواست داشته باشه و کاری که میخواستیم انجام بدیم در این جلسه رسیدیم، یعنی هدفمون رو مرور کردیم، این که چه سوالایی هست، قدم بعدیامون چی هست رو مرور کردیم، این برده در واقع چه کار کردی داره. به این جمع‌بندی رسیدیم که سمر جان داوطلب شدن و لطف کردن این زمانو میذارن برای اینکه این پراجکت رو پیش ببریم برای ارائه، یعنی به قصد ارائه تا 5 مهر ماه. مسئولیت ها و فکر میکنم کارها هم مشخصه. من امشب سمر جان با شما در ارتباط خواهم بود، یا بهتر بگم تا فردا صبح لیست افراد رو براتون میفرستیم و حالا یا با من احتمالا یا با سوده در تعامل خواهیم بود برای اینی که بشه دوستان رو جمع کرد. این ویدیو رو هم ما در اختیار دوستان قرار میدیم که دیگه توضیحات برد و اینی که چه اتفاقی داره میفته و اینها رو همه در جریان قرار بگیرن و به امید اینکه یک فعالیت تیمی خیلی خیلی اثر بخشی رو شاهد باشیم. امیدوارم واقعا. ممنونم از همتون، خیلی متشکرم که وقت گذاشتین. من نکته‌ای ندارم، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. مرسی، روزا همگی خیلی ممنون. قربان شما. خسته نباشید. متشکرم. ممنونم. شب خیلی خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.